تاجیک را از حرکت جذاب و زرنگی و کاردانیش میتوان شناخت. این سخنان یکی از شهرشناسان ناموری مجاری آرمنی وامبری می باشد. آرمنی وامبری شهرشناس ناموری مجاری یهودی تبار 19 مارس سال 1832 در پایتخت ونگر شهر بوداپست چشم به دنیا باز کرد. او را در عالم همچون سیاح زیرک و دانا و نابغه زباندان میشناسند. داننده 30 زبان از جمله تاجیکی، پارسی، ترکی، عربی، آلمانی، انگلیسی و فرانسوی بود. یادآور باید شد که اثر تاریخ بخارا یا ماورالنهر از قدیم الایام تا زمان معاصر را وامبری به زبان آلمانی نوشته است. آن را پاولوسکی به زبان روسی ترجمه کرده با نام استوریا بخاری или ترانساکسانی з древнейших времен до настоящего در سنت پترزبورگ سال 1873 چاپ نمود. وامبری به جهان اروپا از اولین ها شده گوشزد کرد که سبب همچون گهواره تمدن باقی ماندن آسیای مرکزی مخصوصا دل و جگر آن سمرقند و بخارا تاجیکان است. به این سخنانش توجه کنید. بخارا تنها برای آن مرکزی تمدن آسیای میانگی گردیده بود که در آن دوره‌های قدیم تاجیکان قسمی کلان اهالی آن را تشکیل می‌دادند. موصوف تا آخری عمر در بوداپست آموزگار بود و 15 سپتامبر سال 1913 در همانجا از جهان گذشت. تاریخ انشای کتاب سیاحت در آسیای مرکزی. وامبری اولین گردشگر اروپایی بود که قریب تمام آسیای مرکزی را دور زده به گوشه کنار دوردست شرق سفر کرده درباره آن به طور مفصل و رمانتیکی اثری نوشت با نام سیاحت در آسیای مرکزی. آن سال 1864 چاپ شده در اروپا غلغله افکند. کتاب قریب به همه زبان‌های قطعه اروپا ترجمه گشته به تب رسید. وامبری در سیاحت در آسیای مرکزی شرایط طبیعی و اکولوژی، خصوصیت‌های ویژه زندگی مردم ترکمنستان، خانه‌گری خیوه و امارات بخارا، حیات اقتصادی و اجتماعی آنها را در سده 19 به طور زنده و روشن توصیف و تصویر نموده است. اثر مذکور را ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده برای آموختن طبیعت و مردم افغانستان ایران با ارزش می‌داند. او میگوید ویژگی کار او درباره تاجیکان و قوم‌های دیگر آسیای مرکزی باز در آن مؤثر است که نخستین مراتبه یک اروپایی به تمدن تاجیکان و ایرانیان نظر می‌دهد. باید افزود که نه همه نوشته و گفته و دلیل و ارقام و نامجویی‌ها آورده وامبری در این کتاب و دیگر آثارش درست و دقیق‌اند. اکثر پژوهندگان تاریخ و مردم شناسی به این ضعف کارش اشاره کردند. برتری کتاب اولین سرچشمه در اروپا بودنی آن است. وامبری پیش از همه با واژه تاجیک رابطه مستقیم دارد و آموخته و نوشته‌های موصوف برای شرقشناسان و آموزندگان آسیای مرکزی مثل دستور است. وامبری به اندیشه ما سالهای خدمت در اکادمی علم‌های عثمانیان با نام تاجیک شناس شد و دستنویس اویغوری کتادغوبلیغ دانش خوشبختی آور را بیاموخت. در این دستنویس که سال تالیفش 465 هجری قمری می باشد کلمه تاجیک زیاد استفاده می گردد. او در آفریده های خود زبان تاجیکی پارسی را همچون زبانی شناخته است که در عصر 19 هم نفاست اولیه خود و هم نفاست گفتار اشعار رودکی را نگاه داشته است. او میگوید زبان‌های از همه بیشتر استفاده شونده در بخارا زبان‌های پارسی و ترکی است. با زبان یکم تاجیکان، اهالی شهر و عموما همه بخارایی‌هایی که کمترین معلومات را دارند گفتگو کرده با آن کاربری و مکاتبات انجام می‌دهند. استاد عینی سال 1928 در مجله راهبری دانش شماره‌های 4 و 5 سخنان خود را با خلاصه وامبری قوت می‌دهد و می‌نویسد لهجه فارسی آسیای میانه که با وی تاجیکان گپ می‌زنند تا امروز از طرف دانشمندان زبان پارسی تفتیش نشده است. در این لهجه از جهت لغت بسیار خاصیت‌ها هستند که اسلوب فردوسی را به یاد می‌آورند. در این لهجه ضمیرها و فعل‌ها نظر به لهجه حاضر ایران و تاثیر زبان بیگانه کمتر داده شده. در جای دیگر قید می‌کند که تاجیکان از روی اصل و نسب خود به قوم‌های باستانی، باختری‌ها، سغدی‌ها نسبت دارند و در مناطق آسیای مرکزی ساکنان اصلی اند. توجه می‌کنیم به این گفته وامبری. تاجیکان از زمانهای قدیم اکثریت کلی اهالی را تشکیل می‌دادند که تمایل‌های فرهنگی تا اسلامی را ادامه می‌دهند، هرچند از حکومت محروم بودند ولی نسبت به حاکمان خود نقش فرهنگ‌بری داشتند. مثل قرن‌های نخست بعد از پذیرفتن اسلام در عرصه دانش‌های مذهبی و فلسفه تاجیکان از دیگران فرق داشتند، همچنان که حالا در بخارا هوقند و قاشغر تقواداران معروف و شیخ‌ها به این ملت تعلق دارند. در تاجیکستان هنوز سال 1986 تاجیک فیلم مستندی درویش لنگ را به نمار گرفت. این نام به آن خاطر که وامبری از کودکی لنگ بود و گاهی عصابغل هم می‌گرفت. این نارسایی هنگام سفرهایش او را سخت رنج می‌داد ولی او از سیاحت برنگشت.
با گذشت 36 سال ماه فوریه سال 2022 در بوداپشت به افتخار 190 سالگی وان بری و 30مین سالگرد براهنانی روابط دیپلماتی تاجیکستان و ونگریا فیلم مستند تهیه‌گران و کارگردان‌های تاجیک و مجار از حیات و فعالیت وان بری نمایش داده شد. فیلم در اساس یادداشت‌های وان بری و تأثیرات او از سفرش به آسیای مرکزی در سال‌های 1863 1864، آشنایی او با مردم تاجیک، تاریخ و زبان و فرهنگ و رسم و آیین‌های آن قصه می‌کند. دایره‌های علم فرهنگی ونگریا هیئت دیپلماتی شهری بوداپشت فیلم را خوش پذیرفتند. از این همه اعتراف پیداست که وان بری و مثل آن بزرگمردانی که داننده تاریخ، زبان و تمدن شرق بودند به جایگاه مخصوصی تاجیکان و تمدن آفرینی آنها بسیار برای نسل نو مهم و کارساز است.